ببین رفقا، ما کلا دو نوع فراموشی رمز داریم. یه مدل اینجوریه که شما رمزتون رو فراموش کردین و از پیج اصلیتون که حالا همون پیجی که همیشه فراموش کردین ازش خارج شدین، به صورت کامل خارج شدین و دیگه توی اون پیج نیستین، رمزش هم ندارین که بخواید وارد بشید. یه مدل اینجوریه. مدل بعدی اینجوریه که شما رمز پیجتون رو فراموش کردین ولی هنوز توی اون پیج هستین. فرقی نمیکنه چطور رمزتون رو فراموش کردین، چون میخوام روشاشو بگم که دوتاشم بتونید رمز بازگردانی کنید و مشکل حل کنید. این تقریبا اولی که دارم بهتون میگم برای وقتی که شما رمز رو فراموش کردین و از پیجتون هم خارج شدید. برای انجام این کار، برای اینکه بتونید بازگردانی کنید، کافیه وارد گوگل یا گوگل کروم بشین و instagram.com یا اینستاگرام لاگین رو سرچ بکنید. وارد این صفحه میشین که باید از طریق سایت بیاید تو اینستاگرام. از طریق پیج هم میشه ولی اینستاگرام اجازه ضبط ویدیو نمیداد. شما باید وارد صفحه ورود بشید. حالا اینجا این لاگین رو من میزنم. ببینید صفحه وروده. فرق نمیکنه شما از خود اینستاگرام، از برنامه اینستاگرام، از اپلیکیشن اینستاگرام وارد بشین یا از سایت. فقط کافیه این صفحه رو ببینید. بعد از اینکه وارد این صفحه شدید اینجا میتونید زبانش رو تغییر بدید برای اینکه راحت‌تر بشه. میتونید بزنید فارسی یا زبانش رو کلا عوض بکنید. اینجا زبان فارسی میتونید پیدا بکنید و زبان رو تغییر بدید. اما حالا من دارم همینجوری بهتون توضیح میدم، خیلی راحته و از کار سختی نداره. ببینید فقط رمز پیجتون رو ندارید شما. اینجا از شما پسورد میخواد و آیدی پیجتون. شما تو قسمت بالا آیدی پیج خودتون رو وارد میکنید و بعد از اینکه تو این قسمت آیدی خودتون رو وارد کردین، روی این گزینه فورگات پسورد میزنید، یعنی رمزم رو فراموش کردم. روی این گزینه آبی رنگ فورگات پسورد اگر کلیک بکنید، شما وارد یک صفحه میشید که یا احتمالاً به ایمیلتون یه لینک میفرسته و از اون لینک میتونید وارد پیجتون بشین، یا اینکه یه شماره تلفن به شماره تلفنتون یه کد میفرسته یا لینک میفرسته که بازم از اون طریق شما میتونید خیلی راحت با کلیک کردن روی اون لینک یا وارد کردن اون کد وارد پیجتون بشین. این روش برای وقتی که شما رمز پیجتون رو فراموش کردین و داخل پیجتون نیستین و از پیجتون خارج شدین. اگر که این کار رو انجام بدین، وارد این صفحه بشین، وارد صفحه ورود به اینستاگرام بشین، آیدی رو وارد بکنید، میتونید از این قسمت فورگات پسورد دوباره پیجتون رو بازگردانی کنید. خیلی هم راحت. این گزینه فورگات پسورد شما بزنید، آیدیتون رو دوباره وارد میکنید. من دقت بکنم برای گزینه فورگات پسورد میزنم، اینجا دوباره از من آیدی میخواد و اینجا نوشته دیگه سند لاگین لینک، یعنی ارسال کردن لینک ورود که این گزینه آیدی رو وارد کنید. رو گزینه آبی بزنید، لینک ورود رو برای شما میفرسته یا کد برای ورودتون میفرسته و میتونید خیلی راحت وارد بشید. اما نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که اگر شما آیدی وارد کردید و دیدین که اتفاق خاصی نیفتاد یا کد ارسال نشد یا لینک ارسال شد لینک باز نشد، کافی اینجا تو این قسمت بالا به جای آیدی خودتون شماره تلفنتون رو وارد بکنید یا ایمیلی که روی پیجتون هستش رو وارد بکنید. این کارو که انجام بدید، وقتی شماره تلفن رو وارد میکنید دوباره به شماره تلفنتون کد میفرسته و وقتی که شما اون کد رو وارد میکنید، پیج هایی که روی اون شماره ساخته نشون میده و هر کدوم که بخواید میتونید انتخاب بکنید و واردش بشین. خیلی راحت میتونید این کارو انجام بدین